شکارگاه، اثری خوش‌ساخت که قطعاً لیاقت پایان بهتری داشت. بدوین سریع. رحیم نمیخواد اینجا رو بگردی. وقتی نیما جاویدی هیجان، تعلیق و تاریخ رو میریزه تو عشق ابدی، چیزهایی میبینیم که برای نسل زد و دهه 80 ها هم قفله. اکس نکس. هیچ وقت تو زندگیم همچین حسی نداشتم. قصه محافظت از گنجی سلطنتی در عمارتی نفرین شده. نیما جاویدی که با سرخپوست نشون داده بود چه مهارتی در ارائه یک داستان پرگره در لوکیشن محدود داره، این بار با شکارگاه از راه رسید. اثری که به ذائقه مخاطب احترام میذاره، برخلاف بسیاری از آثار نمایش خانگی که داستانشون در حد سریال های ترکیه. در این ویدیو میخوایم بررسی کنیم چرا شکارگاه رو دوست داریم و چرا ممکنه از برخی از عناصرش لذت نبریم. با هم دیگه جواهراتو بدزدیم. اما چرا شکارگاه دوست داشتنی بود؟ به خصوص در 8 قسمت اول. 1. قصه متفاوت که هرچند واقعا تاریخی نیست اما نسبت به اونچه که ما در نمایش خانگی میبینیم تکراری نیست. 2. طراحی صحنه، لباس و گریم‌های خوب سریال. 3. بازی‌هایی که می‌بینیم، به خصوص الهام‌ها، الهام پاونژاد و الهام نامی. 4. گره افکنی و تعلیق درست. 5. ریتم خوبی که سریال داره. 6. استفاده از شخصیت‌های مکملی که به موقع وارد داستان میشن، قصه رو پیش میبرن، به اندازه هستن و به موقع خارج میشن. و 2 نکته پایانی. من این رو دوست داشتم که سریال از بازیگران ترندی که مخاطب دوستشون داره استفاده نکرده. بازیگرانی که محبوب هستن اما خوب بازی نمیکنن. و نکته بعدی این که داستانی پرتعلیق در لوکیشن محدود هنر میخواد و نیما جاویدی ثابت کرد این هنر رو داره. اما چرا ممکنه سریال رو دوست نداشته باشیم؟ 1. سریال آنچنان که باید به عمق شخصیت‌ها نمیره و در مفاهیم هم چندان عمیق نمیشه. 2. به نظر میاد نیما جاویدی از یک فرمول چند بار در سریال برای تعلیق استفاده میکنه و این میتونه یک نقطه ضعف باشه. 3. هرچند سریال به معنای واقعیش تاریخی محسوب نمیشه و نیازی نیست به تاریخ و مناسبات اون زمان چندان وفادار باشه، اما دیالوگ ها و سبک زندگی آدم ها هم خیلی دور از دوران قاجار هستن، به خصوص عشق و عاشقی های زیادی که در سریال میبینیم به چشم میاد. و اما در مورد قسمت پایانی سریال که چندان به مذاق مخاطبین خوش نیومد. نکاتی وجود داره. 1. ما در طول سریال بارها میبینیم شخصیت‌ها همدیگر رو رصد میکنن و به راحتی حرف‌های همدیگر رو گوش میدن ولی طرف مقابلشون نمیفهمه. در قسمت آخر این ماجرا بیشتر به چشم میومد، به خصوص در مورد شخصیت عیسی. 2. در طول سریال بارها ما روند منطقی در بسیاری از اتفاقات نمیبینیم و در طول قسمت آخر این بیشتر به چشم اومد، مثل ماجرای فرار کردن پسر خانواده. 3. بارها در طول سریال دیدیم شخصیت‌ها برای اینکه درام شکل بگیره کارهایی رو انجام میدادن و رفتارهایی رو داشتن که به شخصیتشون نمیومد و در قسمت پایانی این تکرار شد. به طور مثال عیسی که اونقدر سیمین رو دوست داشت چرا تا مرحله ترور تمام خانواده میرعطا پیش رفت. 4. مرگ‌هایی که در قسمت پایانی می‌بینیم آنچنان دراماتیک پیش نمیرن و تأثیر زیادی روی مخاطب ندارن. شاید دلیل این ماجرا این باشه که روند منطقی در مرگ عیسی رو حس نمی‌کنیم و مرگ میرعطا هم کاملا قابل پیش بینیه. بماند که در این لحظه‌های حساس موسیقی چندان به کار اثر نمیاد. و در نهایت پایان بندی سریال نمادین و کمی شعاری بود و توی ذوق مخاطب میزد.